اردوی گنگرات در احمدآباد هندوستان به جنگلان متواری و مفقود شد، به نحوی که احدی بر حیات او امیدوار نماند. کنعان بی در عالم ناامیدی از روی پرزور خواجه صدا کرد که او را از مرگ و زندگی برادرش آگاه کنند. این شعران یوسف گمگشته باقی اردوی احسان شد روزی نویسان. اتفاقا در همون ایام یوسف مجبور پیدا شد. صرف نظر از موضوع این که کنعان بی غزنوی و فقدان برادرش موسوم به یوسف درست باشد یا خیر، به گمان من از نظر حافظ یوسف در این بیت کنایه از زیبایی و کنعان کنایه از ایران است. کسانی که مشترک و خواننده مجله کاوه چاپ آلمان هستند می‌دانند که در صفحات 92 و 93 و 94 و 95 شماره 126 این فصلنامه مقاله‌ای به قلم من تحت عنوان هنر اختصاصی حافظ در آفرینش مضامین نو به چاپ رسیده است و من در این مقاله معنی بیت یوسف گمگشته بازآید به شهرآور مخور کلی احسان مخور را مفصلا شرح داده و گفتم که مطابق داستان یوسف در قرآن و تفسیرهای موجود یوسف بعد از رفتن به مصر هرگز به کنعان برنگشته است. بنابراین جمله به کنعان بازآید در بیت مودوست قرینه صارفه است و نمیتوان آن را حقیقی فرض کرد. به عبارت دیگر منظور حافظ از کاربرد شنبه یوسف و کنعان چیزی دیگر بوده است. یعنی حافظ در بیت مودوست یوسف را در معنی زیبایی و کنعان را به صورت کنایه در معنی ایران به کار برده است. به سخن دیگر به خود و هر یک از هموطنانش در این بیت امیدواری می‌دهد که زیبایی گمگشته از ایران روزی به مملکت باز می‌گردد. همچنین که در ابیات دیگر این غزل این تفکر محسوس است و من در مقاله مزبور این تفکر را مشروحاً روشن ساختم. رجوع شود به شماره 107 آیه 1383 و شماره 126 تابستان 1388 مجله کاوه چاپ آلمان. توضیح آن که حافظ در اشعار خود برای رساندن پیامش ناگزیر بود که پوشیده و به صورت کنایه و استعاره هم بگوید و ما جای جای این پیام‌ها را در غزل‌های او می‌بینیم. من نمی‌دونم این دوستان بیشتر حوصله‌شون تنگ نشه. بله؟ استدام خواهش میکنم